تا حالا با فشار چند دکمه و کلیک خرید کردین؟ اگه قصد خرید اینترنتی دارید قبل از لیست خریدتون یک نگاهی هم به توصیه‌های پلیس سایبری بندازید. ایجاد درگاه فروشگاه‌های اینترنتی با طراحی صفحات جعلی بانک‌ها برای دستبرد به رمز کارت‌های بانکی و سرقت وجوه موجود در اون مهمترین شیوه نوین کلاهبرداران در فضای مجازیه. مخصوصاً با قیمت‌های بسیار پایین، در واقع تخفیف‌هایی که گاهن بسیار اغوا کننده است و فریبنده است، اقدام به ایجاد درگاه‌های جعلی پرداخت بانکی می‌کنند. این یه آدرس اینترنتی بانک جعلی هست، از SSL استفاده نشده ولی توی صفحه اصلی با HTTPS آدرس صفحه آغاز شده. بسیاری از سایت‌هایی که با هدف کلاهبرداری ایجاد میشن از خارج از کشور ایجاد میشن. اینجا DA4X یعنی با کلیک کردن، ریفرش کردن تغییر میکنه، ولی توی صفحه جعلی این اتفاق نمیفته. بیش از 3 میلیارد و 270 میلیون ریال شکایتی بوده که در زمینه بحث فروشگاه‌های مجازی شکات مراجعه کننده به فتح اعلام شکایت کردند و تقاضای رسیدگی داشتند که تو این 188 فقره پرونده حدود 70% پرونده هاش به نتیجه رسیده و منجر به کشف شد. حالا برای مقابله با این شیوه جدید کلاهبرداری، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد اعتماد الکترونیکی رو طراحی کرده. آدرسش این نماد.ir است که الان وارد میشیم. اینجا تمام سایت هایی که نماد رو دریافت کردن، تمام آدرس هاش اینجا درج شده. نماد اعتماد الکترونیکی به نوعی گویای در واقع قابلیت اعتماد و امنیت افراد در فروشگاه‌های اینترنتی است. در حال حاضر 2100 فروشگاه اینترنتی نماد اعتماد الکترونیک رو دریافت کردند و بیش از 2000 فروشگاه دیگه هم در نوبت دریافت این نماد هستند.